افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. اینها را اینجا مانیم و از گرزاد گپ زنیم. کوهی حصار نهایت بلند بود. قله‌هایش به آسمان می رسیدند. هیچ کس هیچ وقت به این کوه برآمده به آن سوی نفر آمده بود. گرزاد برآمد و فرآمد و به طرف آفتاب شینم نگاه کرده راه پیمود. 6 شب و 6 روز راه گشته بود که پوستی مار را دیدم. نزدیک آمدم گفته تیزتر قدم زد. بگاهی به یک دشت رسید. دشت از پوستی ماران پر بود. دشت را گذشته یک قلعه بلند را دید. گرداگردی قلعه مارانی کلانی بدهیبت کلچه زده خوابیده بودند. راهی گذر نبود. گرزاد را مارها پیچانیده گرفتند. مارهای خرد و کلان، سرخ و زرد و سیاه و کبود. ناخست یک ماری کبودی در پیش دری قلعه خوابیدگی دهانش را غار بر این کشاده فشت زنان به طرف گرزاد آمدن گرفت. او را دیده همه مارها دهانشان را کشاده فشت زدن گرفتند. چنان بلند فشت می زدند که گوش گرزاد قریب کر شده بود. گرزاد طاقت کرده نتوانسته مشتش را گره کرده با تمام قوتش به لب بالای ماری کبود چنان سخت زد که لب بالا آمده به لب پایانش چسبید. همان زمان دهان تمام مارها بسته شد. ماران در جای خود شخ شده ماندند. گرزاد رفته دروازه را گشاده به قلعه در آمد. در پیشگاه قلعه در بالای تخت زرین تاج زرین به سر گذاشته شاهی ماران نشسته بود. تو کیستی؟ از بحر برآمدی؟ از آسمان افتادی؟ یا که از مخلوقهای روی زمین هستی؟ پرسید شاهی ماران گرزاد را دیده. از مخلوقهای روی زمینم، من آدمم، جواب داد گرزاد. ای آدمی زاد، گوی با چی نیت به مملکت ما آمدی؟ اگر با نیتی بد آمده باشی از اینجا ساق و سلامت نمی روی. من با یک خواهش پیش دختر تو آمدم، گفت گرزاد. شاهی ماران دخترش را پیشش خوانده گفت این آدم از پشت کوهی حصار پیش تو آمده است و از تو خواهشی دارد. بگو خواهشت را، گفت دختر به گرزاد. اگر از دستم آید اجرا میکنم. در مملکت ما، گفت گرزاد، دختری هست که ماه و آفتاب به زیبایی او رشک میبرند. عمر دختر به آخر رسیده ایستاده است. فقط انگشترینی تو عمر او را دراز کرده میتواند. من به او وعده دادم که به انگشترین بر نمیگردم. کار دشوار را به من فرمودی، گفت دختر پادشاه. اگر من این انگشترین را به تو دهم عمر خودی من کوتاه می شود. گرزاد مایوس و غمگین شد.
دختر شاهی ماران احوال او را دیده رحمش آمده گفت: اگر تو با من دیگ چیلگوشه را بیاری و هر روز از آن خوراک خورده ایستم، عمرم کوتاه نمی شود. آن دیگ در کجاست؟ پرسید گرزاد. در پشتی کوهی قاف، گفت دختر. راهش پر مشقت و دور و دراز، آنجا پریها و دیوها زندگی می کند. من می روم، گفت گرزاد. دختر خط کرده به دست او داد و گفت: همین که به پشت کوه قاف رسیدی، اول یک قلعه را می بینی. در نزد دروازه قلعه یک پری نشسته است. این خط را به همان پری می دهی و تو یاری می رساند. بعد دختر یک مار قناتدار را جیغ زده فرمود که گرزاد را به پشت کوه قاف برده ماند. گرزاد به مار سوار شد. مار پرواز کرده در یک آن او را به پشت کوه قاف برده ماند. گفتگی دختر برید، گرزاد اول یک قلعه سفید بلند را دید. در نزدیکی قلعه یک پری نشسته بود. گرزاد و پیش پری رفته سلام داد. ای مخلوق نادان، گفت پریزن، چرا به این منزل آمدی؟ اینجا دیوها حکمرانند. تو از اینجا سلامت نمی روی. گرزاد خط دختر شاهی ماران را برآورده به دست پری داد. پری خوانده با پشت کاغذ چیزی نوشته گردانده داد و دروازه قلعه را گشاده گفت: در اون تر یک دروازه دیگر هست. آنجا اپای من نشسته است. با پیشی برفته خط را ده. گرزاد در آمده خط را با اپای پری داد. پری خط را خوانده گفت: در آن دیگی تو می گفتگی حاضر آشتم کرده ماندگی. یک دیوی بد هیبت آمده آش را پاکیزه می خورد. بعد یک حوض آب را دم کشیده در تگ چنار می خوابد. تو اگر زور باشی با همان دیو گشتین می گیری. دیو را کشته دیگ را می بری. اگر به زورت باوریت نباشد گشته برای آمدگیت رفتن گیر. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. شیرین برام